زیاد در جامعه انسان‌هایی را دیدیم که وقتی که از یک زینه به یک زینه دیگر در زندگی گذشتند، آنهایی را که با او در گذشته در یک زینه قرار داشتند فراموش کردند. نباید فراموش کرد که شاید بایگری شما برای سنجش از طرف الله داده شده باشد. برای همین وقتی آزادی مالیوی را به دست می‌آورید، از آدمان کمبغل که زمان شما با آنها در یک زینه قرار داشتید فراموش نکنید. سنت الله میرزا.